روزی شنبه 14 ینوار بینای толори варзишии нав در شهر چسکا تریبوا فرو رخت. ولی دستای ҳоккейбозони толорӣ و ҳаводорони آنها امکان یافتند که سری وقت از بینا خارج شوند. روز یکشنبه اتحادیه ورزشی مسئول مسابقه به خبرگزاری چتک گفت 2 جوان جراحت سبک برداشتند اما دیگران بدون زخم بینا را ترک کردند. هنگام فروریزی بم در داخل تالار 80 نفر مسابقه های 8 دستای فلوربال را تماشا می‌کردند. تالار فرو ریخته روز 2 ینوار امسال به استفاده سپرده شد و این اولین مسابقه بود که در آن دایر گردید. اثنای فروریزی بم در بالای آن 25 سانتی متر برف بود، اما معمار این لایحه تاکید میکند که بنا میبایست به این مقدار برف تاب می آورد.